سرخط مهمترین خبرها. جسد مهاجران کشته شده را به وطن می‌آورند. 3 افسر میلیسا برای شکنجه و مرگ ساکن کلوب زندانی شدند. بحثی دیگر برای تخریب چایخانه راحت در دوشنبه. روز بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 3 اوگوست است. 2 مهاجری که شب 31 ایول با 1 اوگوست سال جاری در یک زنازنه گروهی در شهر چیخ ولایت مسکو کشته شدند، زادگان تاجیکستان بودند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، بحث میان یک گروه از ساکنان ولایت ختلان و ناحیه فیض‌آباد سر زده است. قربانیان حادثه دلیر تقای‌زاده ساکن 28 ساله دهه فتح آباد و دلیر یوسف زاده ساکن 31 ساله دهه مومن‌آباد ناحیه فیض‌آباد بودند. پیشتر مقامات روسیه خبر داده بودند که در پی یک مناقشه گروهی میان مهاجران 2 نفر از ضربه کارد جراحت برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 2 اوگوست به رادیو آزادی گفت در این زنازنه گروهی 10 نفر شهروندان تاجیکستان شرکت کرده، 2 نفر کشته و 2 تن گمانبران این جنجال در جستجو قرار دارند. شرکت‌داران دیگر این مناقشه خونین را کمیته تفتیشاتی منطقه چیخوف بازداشت کرده است. در نظر است که امروز تا بگاه جسد دلیر تقای‌زاده و دلیر یوسف زاده به زادگاهشان آورده شوند. هر دو از کشته شده ها عائله‌دار و صاحب فرزند بودند و به گفته مقامات محلی با امید دریافت رزق و روزی به روسیه رفتند. دادگاه ولایت ختلان حکم 3 میلیسای گمانبر در مرگ عبدالقهار روزیقوف ساکن شهر کلوب را اعلام کرد. هر کدام آنها به 14 سالی زندان محکوم شدند. شمشاد شریف زاده، ظفر خولوف و جمشید کراماتوف کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه کلوب با بازداشت خودسرانه و شکنجه عبدالقهار روزیقوف ایبدار شدند. حکم دادگاه علیه این میلیساها روز 25 ایول صادر شده است. مرگ این ساکن کلوب در ماه ینور امسال اعتراض گروه از ساکنان را به بار آورده بود. حسین آدینه‌زاده، دادرس دادگاه ولایت ختلان در منطقه کلوب روز 2 اوگوست ضمن نشست خبری گفت که 3 کارمند میلیسا مهلت حبس را در زندان نظامش سخت پشت سر خواهند کرد. با گفته او آنها پس از انجام مهلت حبس 12 سال دیگر حق کار در مقامات انتظامی را نخواهند داشت. معلوم نیست خود محکوم شده ها و نزدیکان آنها با این حکم چی نظر دارند. عبدالقهار روزیقوف شب 2 ینور امسال از طرف ماموران میلیسا دستگیر شد و در شرایط مرموز جان داد. با اطلاع رسمی در بیشتر از 30 سال اخیر در تاجیکستان زیاده از 300 قانون نو قبول شده است. مؤلفان قانون ها اکثر وقت تصویب چنین قانون ها را به منفعت جامعه مینامند، ولی دایره های کارشناسی همیشه انتقاد میکنند که آنها یک طرفه و بدون حضور جامعه شهروندی قبول شدند. گزارش را در این باره همکاران ما اسکندر فیروز و شهلای عبدالله تهیه کردند. کاتگوریای قانون های ملی داخل میشوند چون که به واسطه از جانب جمهوری تاجیکستان یعنی پارلمانتی کسبی ملی که تأسیس داده شده است قبول گردیدند. رئیس مرکز ملی قانونگذاری ضمن نشست خبری گفت بعد از استقلالیت در کشور با شمول قانون اساسی همچنین صدها قانون دیگر تهیه و تصویب شده است. وی گفت کل این قانون ها کاملا ملی هستند. بعضی هست همین خیلی عقیده هم که گویا که ما از قانون‌های دیگر دولت‌ها را استفاده می‌بریم، لیکن این تا یک اندازه با واقعیت نزدیک نیست، چون که فرض کردیم دلخواه قانونی اگر فدراسیون روسیه را اگر ما گیریم اون با نظام ملی ما یعنی نظام قانونگذاری ملی ما راست نمیگیرد. البته تجربه دیگر دولت‌ها استفاده می‌شود، این در همه دولت‌ها هست. در خود همون فدراسیون روسیه هم جمهوری قزاقستان، ازبکستان اینستیتوت‌های علمی فعالیت می‌کنند که تجربه دیگر دولت‌ها رو می‌آموزند و اونها رو با نظر داشتی خصوصیت‌های ملی از جمله اون عامل‌هایی که ذکر کردم قانون‌ها قبول کرده می‌شوند. با گفته این مسئول حالا در تاجیکستان قانون تنظیم رسم و مراسم‌های ملی و مسئولیت والدین در تربیت فرزندان که قانون‌های ملی تاجیکستان دانسته می‌شوند، کشورهای همسایه اجرایی مفید آن را مورد آموزش قرار دادند. در همین حال صاحب نظران میگویند تهیه و تصویب لایحه قانون‌ها در پارلمان بدون دگراندیشی به سود جامعه نیست. با گفته برخی حقوقشناسان زندگی مشترک تاجیکستان و روسیه باعث شده است که تا حال تهیه‌گران قانون‌ها از سندهای حقوقی مسکو پیروی می‌کنند. ما هم
میخواهیم که با روسیه یک رای باشد. البته هم با غرب و هم با شرق و هم با آسیا و هم با آفریقا یک درهای باز باشد و همه اینها استفاده برای کشور، نه اینکه یک دولت باید اومده اینجا بگوید که ما چیکار کنیم و چه رای کنیم. ببینید که امروز مثلا ما میگیم امروز ما به جای که معلمای روسی خود را توانیم تربیت کردن و تیار کردن، ما از روسیه یک تا حاضر معلم دعوت میکنیم. با اطلاع رسمی در بیشتر از 30 سال اخیر در تاجیکستان زیاده از 300 قانون نو قبول شده است. مؤلفان قانون‌ها اکثر وقت تصویب چنین قانون‌ها را به منفعت جامعه می‌نامند، ولی دایره‌های کارشناسی همیشه انتقاد می‌کنند که آنها یک طرفه و بدون حضور جامعه شهروندی قبول شدند. تخریب بینای چایخانه روحات که سالهاست بحث آن ادامه دارد هنوز نهایی نشده است و تقدیر آن مورد بررسی قرار دارد. در این باره سمی عزیزیان سرمعماری شهر دوشنبه روز 2 август در نشست مطبوعاتی کمیته معماری و ساختمانی تاجیکستان خبر داد. نامبرده در رابطه با تقدیر آینده این چایخانه کوتاه گفت که تخریب آن طبق نقشه گنرالی مورد بررسی قرار دارد. این در حالی است که در نشست مطبوعاتی سال گذشته محمد سعید زویدزاده رئیس سابق کمیته معماری و ساختمان گفته بود که بینای اساسی چایخانه روحات در شهر دوشنبه تخریب نمی شود و تنها بیناهای گرد و اطراف آن که با چایخانه چسبیدند و اهمیت تاریخی و فرهنگی ندارند تخریب می شوند. بحث تخریب چایخانه روحات سالهاست دوام دارد. در گذشته تصمیم ویران کردن آن اهلیزیا و جامعه شهروندی را نگران کرده بود و آنها برای نگاه داشتن آن تلاش ها هم کرده بودند. آنها می گفتند که این چایخانه ارزش تاریخی دارد و آن باید برای آیندگان حفظ کرده شود. وزارت انرژی ازبکستان گفت به دلیل وضع سنگین در مجمع سوزشواری و انرژی مجبورند که برق را در تمام ولایت‌های این کشور در ساعت‌های معین روز قطع کنند. این نهاد افزوده است که اقدام مذکور به خاطر از حد زیاد گرم شدن هوا و تعمیر و بازسازی انجام شده در نظام انرژی ازبکستان در ماه ایون امسال ربط دارد. به اطلاع وزارت روزهای اخیر به دلیل گرمی شدید طلبات به نیروی برق در این کشور 2 برابر افزایش یافته، باعث نقصان در خطهای انتقالی و از کار ماندن ترانسفورماتورها شده است. رسانه‌ها قبلا خبر داده بودند که تقریبا در همه ناحیه‌های ازبکستان قطع شدن برق مشاهده می شود. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 3 آگوست را فرا می گیرد. 3 август. 3 августи соли 1999 иттиҳоди мухолифони тоҷик эълон кард, ки аз ин ба баъд ҳеҷ гуна нерӯи мусаллаҳ надорад. ин изҳорот 2 сол баъди имзои созишномаи сулҳи тоҷикон ва бар асоси ин созиш ба ҳукумат пайвастани аксар намояндагони мухолифон садо дод. аммо ин созиш натавонист пурра пеши роҳи фармондеҳони ҷудогонаи саркашро бигирад, ки аз таслим кардани силоҳу муҳимоташон худдорӣ карданд. 3 августи соли 2015 бо дастури кумитаи андоз ширкатҳое ки саҳмдоронашон дар минтақаҳои офшор қарор доранд ба пардохти андози 12% муваззаф шуданд. мақомот дар тоҷикистон ҳеҷ гоҳ моликони аслӣ ва маблағҳои аз тоҷикистон ба офшор ирсолшударо ошкор накарданд, чун ба қавли мунаққидон аксари онҳо наздик ба ҳукумат ҳастанд. вале бар асоси ҳисобҳои маркази таҳқиқотии Tax Justice Network соли 2013 сармояҳои шаҳрвандони тоҷикистон дар минтақаҳои офшор аз 2.5 то 3.5 миллиард доллар баробар шудааст. قرب روبل نسبت به یک روز گذشته تقریبا 2 سومونی پایین رفت. امروز 3 آگوست 1000 روبل با 117 سومونی برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان $100 آمریکایی برابر با 1092 سومونی و 100 یورو با 1198 سومونی عوض می شود. بیننده‌های عزیز، شما خبر و گزارش‌ها رو از نوید بامدادی تماشا کردید. نوشتن نظر و پیشنهاد خود را با ما فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.